که میگه عجب که زنده قدری نیست بلخی در دیار ما، گروهی بعد مرگ ما به مشت استخوان گرید. مصطفی شفق اینم مرجع تقلید شما مصادره شده، افغانستانی است، هزاره است، زحمت کشیده، صاحب نظر شده، صاحب مبنا شده، اما خب افغانستان از اون خبر نداره. حالا فیاض رفته، درسته که محاضراتش مانده، مباحث اصولیه‌اش مانده، تعالیق مبسوطه‌اش مانده، البنوکش مانده، الاراضیش مانده، ولی تا زمانی که حیات داشت مظلوم و غریب بود، شایسته بود او مرجع اعلی باشد، کسانی دیگر مرجع اعلی شد. شایسته بود او ترویج شود، کسانی دیگر ترویج شد. شایسته بود او بیاید در رأس زعامت حوزه‌های علمیه قرار بگیرد، اما دیگران 100 سال ما در خون و جهاد فرستادیم. حالا جاده یک طرف است، حالا ما دچار بحرانیم، دچار مظلومیتیم، ما بیچاره شدیم و الا ما گدا نبودیم. ما 1000 سال به نجف و جهاد فرستادیم، اما حالا بیچاره شدیم، چیکار بکنیم؟ ما لطفی کمکی دیگه هیچ، جاده یک طرف است. روزنامه رویشون در دست من است. اگرچه خب بعضی آدمای بیخبر و بعضی آدمای مغرض حرفای از اونجا گفتن، ولی نه، خط فیاض جعل نمیشه، مهر فیاض جعل نمیشه، امضای فیاض جعل نمیشه. اگر شما ثابت کردین که این خط فیاض نیست، این مهر فیاض نیست، این امضای فیاض نیست، من به شما جایزه میدم. که علی میگه پسرم حسن قومت رو احترام کن، اکرم عشیرتک، عشیرت رو اکرام کن. پس علی قوم پرست بود. علی العظیم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، حبیب اله العالمین بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين وصحبه المنتجبين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد قال الله تعالى في كتابه وقوله الحق وبالنجم هم يهتدون. صدق الله العلي العظيم. اجازه دهید بار دیگر ارتحال فقیه محدث رجالی متبحر مستنبط چیردست حضرت آیت الله عظمای فیاض طاب ثراه را خدمت همه مؤمنین، مقلدین و اقوام و بستگان و حوزات علمیه تسلیت و تعزیت عرض کنم و برای عزیزان شیرداغ و این اتحادیه مبارک مراتب تقدیر و سپاسم را تقدیم نمایم که الحق و الانصاف مجلسی یاد بود از آن فقیه بزرگوار را برگزار کردند و مؤمنین اجتماع نمودند و فاضل و اعاظم شرکت کردند. بیانیه ها داده شد، سخنرانی ها ایراد گردید، ولی باز هم میبینیم حق آن فقیه یکی از 1000 هم ادا نشده است. امیدوارم انشاءالله تا 40 آن فقید سعید باز هم ابعاد دیگری علمی و فکری ایشان بازگو شود و مردم به مراتب عالیه‌اش پی ببرد و زحمات طاقت فرسای نزدیک 1 قرنش را آگاهی پیدا کند. بنده هم پیامی صادر کردم که به سم همه رسیده است. امروز هم تا شروع اذان
که از وقت فضیلت نماز هم نگذرد دقایق مزاحم اوقات شما می شوم. سخن گفتن از فیاض بزرگ کاری ساده و آسان نیست. کسانی که این مسیر را پیاده رفته‌اند می‌فهمند که چقدر صعب العبور و دشوار بوده و می باشد. کسانی که در جمع رندان سالها ریاضت کشیدند می‌فهمند که این فقیه عارف چه ریاضت‌های را کشیدند. کسانی که در مطالعات فقهی و استنباطات شرعیشان شب و روز نشناختند، گرما و سرما نشناختند، میفهمند که این عزیز سفر کرده ما در این مسیر پرفراز و نشیب چه زحمات را بر خود هموار کرده است که ما از آثار پی به مؤثر میبریم، چنان که از مصنوع پی به صانع میبریم. آثارشون نشان میدهد که ایشون به چه اندازه زحمت کشیده است تا اینکه صاحب مبنا شده، به اندازه‌ای که مبنایش شناخته شده است و در برخی جاها با مبانی استادش تفاوت می کند. نه تنها تفاوت که مبنای استادش را به ادله قناعت بخش رد می کند و مبنای خودش را تثبیت می نماید. محاضرات ایشان شوخی بردار نیست. زمانی که ما در قم محاضرات ایشان را در درس‌های خارج زیر و رو می کردیم، یکی از دوستان فهمیده و زرنگ ما که از عبارات و مطالب این کتاب بهت زده شده بود، جمله را در ختم مباحثات ایراد کرد که خدمت شما میگم. ایشون میگفت که المحاضرات و ما ادراک ما المحاضرات، محاضرات الفیاض خیر من الف محاضرات، که با اقتباس از سوره مبارکه قدر این جملات رو بر زبان جاری میکرد و محاضرات ایشان در تمام حوزات علمیه جا باز کرد. در حوزه نجف، در حوزه قم، در حوزه اصفهان، در حوزه مشهد، در حوزه سوریه و در جایی که شیعه حوزه فقهی و استنباطی داشته، از محاضرات علامه فیاض بی نصیب و بی بهره نبوده است. و حالا هم به حمدالله در حوزه کابل در حلقات درس خارج یکی از منابعی که مورد استفاده است و مورد نقد و مداقه قرار میگیرد محاضرات علامه فیاض است. محاضرات ایشان تقریرات درس مرحوم آیت الله عظمای خویی رحمت الله علیه است. حضرت آیت الله عظمای خویی شاید بیشتر از 500 شاگرد در حلقه درس خارج خود داشته و شاید بعض اوقات به 1000 نفر هم می رسیده. اما بعد از ختم دوره درس خارج که شاید بیشتر از 10 سال طول می کشید، می بینیم 2 تن از نخبگان افغانستانی ما این تقریرات را می نویسد که باعث افتخار کشور است، باعث افتخار
فرزندان راستین حوزه و تدین و شریعت است که مربوط این تبار و این مردم است. محاضرات را علامه فیاض می نویسد، مصباح الاصول را علامه سید واعظ شهید، مصباح الاصول علامه شهید سرور واعظ در بخش اصول عملیه نگارش پیدا کرده از زبان آیت الله عظمای خویی، و محاضرات علامه فیاض در بحث مباحث الفاظ، در حالی که خیلی از امام بزرگانی بودند که دوروبر آیت الله خویی رو حلقه می زدن و برای طلاب افغانستانی حتی شایستگی ورود در اون حلقه را نمی دیدن. اما در بعد از 10 سال دیده شد که کی زحمت کشیده، که درس استاد رو فهمیده و که درس استاد را بر رشته تحریر در آورده. بعد از 10 سال میبینیم که سید سرور واعظ شهید مصباح الاصول رو می نویسد و علامه فیاض محاضرات را. تا اون زمان کسی این دو طلبه سید و غیر سید را در ردیف خودها حساب نمی کردند که اینها هم یک روز کسی شود. و این افتخار مردم ماست که در حوزه نجف درخشیدند، در حوزه قم درخشیدند، در حوزه سوریه درخشیدند، در حوزه مشهد و اصفهان درخشیدند، در تمامی حوزه ها درخشیدند، در عین حالی که بی نهایت محروم بودند. هیچ گونه حمایت ویژه‌ای به این مردم صورت نمی گرفت به جز شهریه‌های عمومی که برای همه بود. و لذا مردم عزیز ما، جامعه طلبه و دانشجوی ما می توانند به این فرزندان سخت کوش وطن و آغوش پروردگان حوزه علمی افتخار کنند. محاضرات ایشان تقریرات درس آیت الله عظمای خویی بود، اما بعد از آن که استادش رحلت می کند خودش کلاس درس برگزار می کند، تدریس خارج را دوام می دهد. نتیجه مباحثات خودش شده المباحث الاصولیه در 14 جلد که یک جلد میشه فهرستش، بقیه اصل مباحث است. خب در محاضرات با اون که نظرات استاد را منعکس کرده ولی جسته گریخته، نقد و ایراد هم داشته، ولی در مباحث الاصولیه که 14 جلد است خیلی جاها مبانی استاد را زیر سوال برده، رد کرده و مبانی خود را به اثبات رسانده و شده صاحب مبنا. بنابراین عظمت ایشان در این است که مباحث اصولیش بعد از المحاضراتش در حوزه ها جا پیدا کرد، جا باز کرد و امروز فقیه نمیتواند در درس خارج خود از این دو کتاب بی نیاز باشد. هم مصباح الاصول علامه شهید سید سرور واعظ رحمت الله علیه و هم مباحث الاصولیه علامه فیاض رحمت الله علیه. و این افتخار جامعه ماست. در فقه هم میبینیم مرحوم سید ابوالقاسم خویی رحمت الله علیه محور درسشون عروه بوده. خب چنان که مراجع ما بعضاً بلکه حالا از نصف هم گذشته است محور درسشون عروه است، عروه سید محمد کاظم یزدی رحمت الله علیه، ولی فقهای پیشین ما محور درس فقهشان
شرایع محقق حلی بود که ما فقه جواهری میگیم. جواهر الکلام مرحوم نجفی طاب ثراه بر اساس محوریت شرایع محقق حلی شرح و بسط یافته. حدایق الناظره بر اساس شرایع محقق حلی بحث پیدا کرده است که ما فقه جواهری میگیم. فقه جواهری فقه مبسوط سنتی است که فعلا فقها حوصله طرح این فقه سنتی را ندارند. حالا اکثرا عروه‌ای شده. عروه راحت تر است، ساده تر است و لذا وقتی عروه رو تدریس میکند بعد از دوره‌ای که عروه تمام میشه میبینیم باز هم شایستگان طلاب حوزه نجف کهن افغانستانی ما برگ برنده را از آن خود میکند. آیت الله عظمای محقق کابلی که از شاگردان خوبی است و همدوره با فیاض و همدوره با سید سرور واعظ، ایشان تنقیح العروه را می نویسد. علامه فیاض تعالیق مبسوطه را می نویسد. اما دیگران چی؟ امتیاز مال دیگران بودند، احترام مال دیگران بودند، صدرنشینی مال دیگران بودند، امامه های کلان مال دیگران بودند. اما بعد از 10 سال 15 سال 20 سال درس و بحث میبینیم تنقیح العروه مطرح میشود و تعالیق مبسوطه علامه فیاض 10 جلد است که شرح بر عروه است. و همینطور آیت الله عظمای خوبی رجال هم میگفتند. راوی شناسی خودش یک علم است در کنار حدیث شناسی که حدیث شناسی مربوط به درایه میشه و رجال مربوط به راوی شناسی مربوط به رجال میشه. معجم رجال آیت الله عظمای خوبی امروز در حوزات یک فرهنگ راوی شناسی است، شبیه فرهنگ عمید، شبیه اقرب الموارد، شبیه فرهنگ لاروس، شبیه دیگر فرهنگ ها. میبینیم از اون میان باز یک طلبه افغانی سربلند میکند. آیت الله محسنی بحوث فی علم الرجال رو مینویسد، در حالی که اینها همه طلبه های افغانی بودند، چه واعظ شهید، چه محسنی مرحوم، چه فیاض بزرگوار. اینها هم در زمینه رجال برجسته میشه، هم در زمینه فقه برجسته میشه و هم در زمینه اصول برجسته میشه، در حالی که اینها تشویق نشده بودند. تشویقات مال دیگرا بود. پولای به تعبیر ما کونی مشتی مال دیگرا بود. امتیازات یخچال و کولر و مبرده مال دیگرا بود. به اینها کسی یخچال نمیداد، به اینا کسی کمک های وقت و ناوقت و گاه و بیگاه نداشت. اینا طلبای افغانی بودن دیگه. خود علامه فیاض میگه یک کبابی پیدا شده بود، به من روزانه یک وعده کباب سیر میداد، به همون یک وعده کباب تا صبح قناعت میکردم. همون کباب رو که چاشت میخوردم دیگه شب غذا نداشتیم، صبح هم نداشتیم، فقط روزی یک کباب از اون یک کبابی میخوردیم با این محرومیت. ولی وقتی که نتیجه رو بررسی میکنیم، نتیجه مال کسانی است که زحمت کشیده است ولی دست از تفکر و تعقل و قلم و تحریر بر نداشته است. ولله الحمد طلاب و فضلای افغانستانی ما هم در نجف درخشیدند، هم در قم درخشیدند، هم در مشهد درخشیدند، هم در اصفهان و هم در سوریه. در بحث ادبیات در نجف اشرف علامه مدرس افغانی رضوان الله تعالی علیه واقعا بیت القصید است، شاخوشه است، کسی که
تا هنوز نظیری برایش پیدا نشده است. اگر کسی ادبیات عرب رو بخواند و نوشته های مدرس افغانی رو مرور نکند یا نوارهایش رو گوش نکند، ادبیات او کامل نخواهد بود. ایرانی و عراقی، عرب و عجم اعتراف دارد به فضل مرحوم مدرس افغانی. توجه فرمودین؟ و اینها فضلای ما بودن در عرصه فلسفه، در عرصه خطاب و سخن، در عرصه فقه و اصول و درایه و حدیث. آیت الله خراسانی شیخ سای مرحوم واقعا اعجوبه روزگار بود. مرحوم امام خمینی فرموده بود که خطیب نظیر ایشان در عرب و عجم ندیدم. وقتی شیخ سای خراسانی به سخن می آمد، عراق غوغا می شد، کویت غوغا می شد. یک طلبه افغانی بود، قیافه هم نداشت. وقتی ورود میکرد در مباحث فلسفی اصلا دریا بود. وقتی ورود میکرد به فقه و اصول، ایشان یک یلی در آن میدان بود. دست به قلم برده است. مؤلفون و الافغانیون رو ایشان نوشته است که مؤلفین افغانی ها را در نجف و غیر نجف لیست کرده است. کتاب چاپ شد و مطرح کرد نویسندگان افغانی را، مقررین افغانی را، مدرسین افغانی را، خطبای افغانی را، که ایشان واقعا برای ما افتخار بود. در ایران که ایشان تشریف آوردند، در مرجعیت آیت الله کابلی در تثبیت مرجعیت ایشان سنگ تمام گذاشت. منبرهایی که در مشهد رفت، در قم رفت، در اصفهان رفت، در بندر عباس رفت، ما با ایشان همراه بودیم، یک جا بودیم. خب ایشان واقعا اگر نبود مرجعیت آیت الله کابلی تثبیت نمیشد. او وقت خدمت مراجع ایرانی میرسید، از جمله خدمت آیت الله منتظری که بنده هم اونجا بودم، گفتن آیت الله خراسانی خودت اعلام مرجعیت بکن، ما تو رو از نجف میشناختیم. ایشون فرمود نه، من اولا قیافه ندارم، دوما قوم ندارم و سوما من دیگه حالا پیر شدم، ناتوان شدم، مرجعیت مال آیت الله کابلی باید باشه. چون ایشون هم قیافه داره. فرمود قیافه نصف العلم بل کل العلم. ایشون فکر نمیکرد کسی که مثلا کابلی مثلا هزاره باشد، میگفت خب کدام عرب شاید باشه دیگه. ماشاءالله عرض و طولشون از عربا هم قوی تر بود. و همینطور قومی داره به نام قوم ترکمن. مرجعی که قوم ندارد نمیتونه مرجع شود. مرجع پول میخواهد، امکانات میخواهد، و لذا او قوم رو من ندارم. لذا آیت الله مکارم قناعت کرد، آیت الله منتظری قناعت کرد، بقیه مراجع ایران قناعت کرد که ولی خیلی خوب، حالا که شما صلاح میدونید خیلی خوب، آیت الله کابلی را ما قبول میکنیم. و الا مرجعیت حقش مال شما بود. اینا از فضلای حوزه نجف ما بود. در حوزه سوریه آیت الله محمدی واقعا یک یل بود در اون میدان. شرح رسائل ایشان غوغا میکند. آیت الله محمدی که یک سفر در کابل من جامعه در خاتم النبیین مقیم شد، ما خدمتش رسیدیم. به هر حال و همینطور شیخ محمد رضایی که در سوریه کتاب نوشته، شرح بر حلقات شیخ صدر رو بیرون داده، واقعا جای افتخار است برای ما. ما به اعتبار مقدس کوی بیرونی، به اعتبار آیت الله محمدی، به اعتبار شیخ محمد رضای خب افغانستانی، به اعتبار این سه نفر در حوزه سوریه ما تکیم. کله حوزه سوریه را ما تشکیل میدیم. اگر این سه نفر را از حوزه سوریه برداریم دیگه سوریه حوزه نخواهد بود. توجه فرمودین؟ محمدی کسی بود که بر نوشته شرح رسائل علامه مصطفی اعتمادی خب ایراد کرد و اشکال کرد که این ایراد اشکالشون نه در قم جواب داشت، نه در نجف، نه در سوریه. واقعا شرح مصطفی اعتمادی در حوزه قم
سرآمد شهرهاست. مصطفی اعتمادی که آدمی ساده نبود، ولی کسی که توانست با او مقابله کند و پهلو بزند آیت الله محمدی بود. همینطور در سایر حوزات که میبینیم فضلای ما، درس خوانده های ما، خب زحمتکشان مردم ما شایسته است، ولی چی کنیم که ما حامی نداریم؟ کشوری که ما را حمایت کند در سابق هم نداشتیم، حالا هم نداریم. حکومت هایی که این فضلا را حمایت کند در سابق هم نبود، حالا هم نیست. ظاهرشاه در عراق سفر کرد، آیت الله خراسانی بود، ظاهرا رفته پیش ظاهرشاه گفته ظاهرشاه اعلی حضرتا، ما در حوزه نجف درس میخوانیم، طلب زیاد هستیم، به حمدالله همه من سر آمدیم، ناکام که اصلا نداریم، ما امتیازهای بالا مال ماست، نمره 28 و 19 مال ماست، اما حکومت ما رو حمایت نمی کند. گفت چطور حمایت بکنیم شما را؟ گفت خب حداقل ما یک پاسپورت بدی. ما اینجا آمدیم با پاسپورت پاکستانی آمدیم، این برای شما عیب نیست؟ ما افغانستانی هستیم، هزاره هستیم، با پاسپورت پاکستانی زندگی میکنیم، فردا اینا اعلام میشه، اینا اعاظم میشه، اینا مرجع میشه، تذکرهشون پاکستانی، پاسپورتشون پاکستانی، این برای شما عیب نیست؟ ظاهرشاه گیر مونده بود. ما آخر افتخار رو برای کشور میاریم، ما امتیاز رو برای کشور میاریم، ما که ننگ و عار شما نیستیم، ما زحمت میکشیم، درس میخوانیم، فاضل هستیم. از همه حوزه نجف سوال کنی، اعلی حضرت دستور میداد که خیلی خوب برای طلاب نجف شما پاسپورت افغانستانی صادر کنید، و همین علامه فیاضی ما پاسپورتش پاکستانی بود. زمانی که برایشون در مباحث الاصول امتیاز دادن گفتن خب یک عالم پاکستانی است. گفتم نه پاکستانی نیست، درسته مدرکشون پاکستانی است، ولی خب ایشون از شرداغ مالستان جاغوری است، از قوم هزاره است، از این خطه های محروم است. پاکستانی چی کاری چی؟ ولی پاکستان به ما پاسپورت میداد، افغانستان به ما پاسپورت نمیداد. طلاب مظلوم ما میرفت کراچی یا میرفت مثلا کویته و پشاور، از طریق زوارای پاکستانی میرفت خود به نجف میرسان. با چه محرومیت؟ از اونجا تذکره میگرفت ما پاکستانی هستیم، پاسپورت میگرفتن، خود به زحمت به نجف میرسان. حالا از تیم‌های فوتبال حکومت حمایت میکند، در مسابقات ریاضی و فیزیک و کیمیا و بیولوژی همه جا حکومت ها که خب حمایت میکنه، اما فضلای ما را، اعاظم ما را حکومت های ما که حمایت نکردن. توجه فرمودین؟ ولی اینها با تلاش و زحمت کوشش خود رفتن خود را به اون مقام رساندن. و همین حالا هم در حوزه قم، اگر فضلای افغانستانی را از حلقات درس خارج کنیم، دیگه درس خارج قم معنی نخواهد داشت. کسانی که درس میفهمه اینهاست، کسانی که با استاد ور میره اینهاست، کسانی که نظری استاد رو نقد میکنه اینهاست، کسانی که تقریر مینویسه اینهاست. ولی چون حامی ندارد آخر حق تدریس هم پیدا نمیکنه. و علی ای حال وقت بسیار کم مانده است، 5 دقیقه به آخر وقت بیشتر نمانده است. حضرت علامه فیاض را ما از قبل میشناختیم و مقام علمیشون را درک کرده بودیم و تلاش کردیم. یک جماعتی همسو و هم نظر گفتیم بیاد آیت الله فیاض را از غربت بیرون کنیم، از مظلومیت خارج کنیم. ایشان در حوزه نجف محدود نباید بماند، باید نظرات ایشان به افغانستان هم کشیده شود، پای ایشان به کشورش کشانده شود، بحث ایشان مطرح شود، از ایشان نام گرفته شود، تجلیل شود، تکریم شود. آخر او افتخار ماست. مبادا مفاخر ما را دیگران مصادره کنند، ایشان بشه مثل سید جمال الدین بشه، آخر مثل دیگران بشه.
حالا دنبال مباحث تاریخی نمیریم، ما مفاخر ما الان مصادره شده، مال دیگرا شده. خب علی ایه ها صدوق مال ما بوده. من لا یحضر رو در چارکنت مزار در بلخ نوشته کرده است، حالا مال دیگرا شده. سید جمال الدین مال ماست، حالا مال دیگرا شده. و همینطور قص علی هذا برو تا گفتم خب فیاض هم آخرش اینطور میشه. پایشان رو به افغانستان بکشانیم تا حدی اقل تثبیت هویت بشه، افتخارش به ما برگرده. درسته که افتخار حوزه نجف است، افتخار حوزات شیعه است، افتخار جهان اسلام است، ولی زادگاهشون نباید فراموش شود، خواستگاهشون نباید فراموش. درسته که عالم وطن ندارد، درسته که عالم متعلق به یک قوم نیست، اما زادگاه که داره عالم. شاهرودی چرا شاهرودی؟ چون از شاهرود در شاهرود به دنیا آمده. خمینی چرا خمینی؟ چون در خمین به دنیا آمده. شیرازی چرا شیراز؟ چون به خاطر که در شیراز به دنیا آمده. همینطور اصفهانی، شاهرودی، خویی، خمینی، سیستانی، برو تا آخر. این پسبندها نشان از زادگاهشون است. ولو افتخاریم که از اون میان دکتر امین احمدی بود، سرور دانش بود، دکتر اکرم عارفی بود و همین گفتم نخبه ها را جمع کردیم، تصمیم گرفتیم، گوسفند ذبح کردم، تقدیر کردم، گفتم خب فیاض رو از غربت بکشیم. فیاض در افغانستان مطرح نیست، چرا مطرح نباشد؟ به حمدالله تصمیم گرفتیم، برای کنگره دفتر دایر کردیم، 13 ماه در این دفتر کار کردیم، تمام احزاب را همسو کردیم، مدارس را همسو کردیم، خب نخبه ها را همسو کردیم، شخصیت ها را همسو کردیم، امضا از همه امضای کتبی گرفتیم که وقتی که هیئت ایشان به کار میاد هیچ کس مخالف نباشد، یک حزب مخالف نباشد، یک انجمن مخالف نباشد، یک شخص مخالف نباشد، همه باید مشارکت کند. از همه ما امضا گرفتیم و در گرفتن این دفتر کنگره، دفتر خود آیت الله فیاض 1000 افغانی کمک کرده، من 50,000 کمک کردم، با اون که من اصلا پول نداشتم. یعنی من از دفترشان 50 برابر سهم گرفتم. غیر از او بالاخره خود چایدار گرفتیم، فرش بردیم، ظرف بردیم، کار کردیم در جلوی خاتم الانبیا، دوستان میدونن دیگه. بعد پیشنشست ها دایر کردیم، پیشنشست در هرات دایر کردیم، در مدرسه صادقیه رفتم، در هرات سخنرانی کردم اونجا که این کنگره کابل باید قبلا ذهنیت سازی شود. بعد پیشنشست در پوهنتون ابن سینا گرفتیم، پیشنشست در پوهنتون کاتب گرفتیم، تبلیغ کردیم، صحبت کردیم که این شخصیت از غربت بیرون شه، از مصادره بیای بیرون. و قبل از آنی که این کار را بکنیم یک کتاب کوچک از ایشان است، جایگاه زن در نظام حکومت اسلامی یا در نظام اسلامی. یک مصاحبه است با یک دانشجو که میخواست پایان نامه علمی خودو بنویسد. جناب استاد دانش رو توصیف کردیم که شما این کتاب رو ترجمه کنی. ایشون چون ایشون در ترجمه خیلی دسته برای ایشون در سوریه درس خوانده است، در عربی مسلط هست، آثار علامه مدرسی را ترجمه کرده. اولین کتابشون هم افغانستان سقف جهان ترجمه شده، یک منبع خارجی بوده است که ایشون ترجمه کرده است. ایشون شروع به ترجمه این کتاب رو ترجمه کرد. بعد خیلی هم پاورقی زد. اگر فیاض یک بحث مطرح کرده بود 10 تا بحث در رابطه با اون بحث دانش مطرح کرد. این شد یک کتاب از برکت تلاش دانش. این کتاب رو در دانشگاه کاتب رونمایی کردیم که مردم این نظرات جدید فیاض است که زن رو میگه که شایستگی داره با حفظ حجاب و شؤون اسلامی میتونه رئیس جمهور شود، میتوانه رأی بگیره، میتوانه رأی بدهد، میتوانه مجتهد شود، میتوانه قاضی باشد، میتوانه پیشنماز باشد، میتوانه مناصب بزرگ را از آن خود کند. و این نظرات فیاض تا هنوز در حوزه ها کسی نتونسته او را رد بکند. بعد بنده شخصا این کتاب را با اون که کوچک است، حجمش از به 150 صفحه نمیرسد، این کتاب را از اینجا بردم هی میدان و تمیدان تا استرالیا،
فقط به خاطر این کتاب رفتم در کانبرا خدمت استاد شفق، گفتم استاد شفق اینم مرجع تقلید شما مصادره شده، افغانستانی است، هزاره است، زحمت کشیده، صاحب نظر شده، صاحب مبنا شده، اما خب افغانستان از اون خبر ندارد، حتی مردم از اون خبر ندارن. خب چی کنیم؟ گفتم بالاخره یک کتاب را مطرح کن در سراسر استرالیا، برایشون جلسه بگیر. ایشون قبول کرد. ایشون 5 شهر را هماهنگ کرد، پرت و ملبورن و کانبرا و سیدنی و آدلاید و بریزبین. در ملبورن جلسه برگزار کرد، از 5 شهر استرالیا نخبگان را طلب کرد، در رابطه با فیاض سخنرانی کرد، 1 ساعت بحث مبسوط کرد، کتابش رو مطرح کرد. خب ما 13 ماه از داخل تا خارج تلاش کردیم، 10,000 عکس ایشون رو چاپ کردیم، در قم توضیح کردیم، گفتن تنها ما کابلی نداریم، ما فیاض هم داریم. از دفتر کابلی مرحوم ما 10,000 عکس فیاض رو چاپ کردیم، با اون که خیلی ها نمیخواستن، افغانی و ایرانی میگفتن این دیگه چیه، به هر حال با اون که دفتر اونجا داشت، دفترش کار نمیکرد، ما کار کردیم به هر حال. و لله الحمد همه سنگ تمام گذاشتن. در رأس حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق ما، ایشون واقعا مردانگی کرد، خیمه لوجرگاه را ما را داد، خرج 5,000 نفر رو به ما داد، 1 ماه کار کردیم، روز 30 نفر مصرف ما را داد. بعد دست قلم به دستام درد نکنه، در همین 13 ماه مقالات نوشت، مطالب نوشت، کتاب شد قطور به اندازه بیشتر از 500 صفحه به نام نگین شهر مودت، او را هم چاپ کردیم. حاجی هم خدا خیرشون بده، حاجی امین کوی بیرون گفت به احترام هیئت آیت الله فیاض خانم در اختیارشون، هیئت هر چند تا میمونه خانم در اختیارشون. جناب آقای خلیلی هلیکوپتر داد، جناب آقای دانش لنکروزر داد، جناب آقای محقق 20 نفر محافظ داد. ما هیئت را با هلیکوپتر می بردیم جای این طرف اون طرف، با لنکروزر این طرف اون طرف می بردیم. در خیمه لوجرگاه به حمدالله جلسه شد که در ایران و افغانستان و عراق نظیر نداشت. ما از این شخصیت کنگره برگزار کردیم، بعد به حمدالله مطرح شد، بعد دفترشون در برچی باز شد، فعالیت شد. جناب آقای بشیر فهیمی خدا دستشون درد نکنه، واقعا ایشون واقعا زحمت کشید، همین حالا اونجا تشریف داره اونجا، ایشان با انگیزه کار میکرد، دنبال معاشی حرفا نبود. توجه فرمودین؟ وقت فیاض مطرح شد آمدن خیلی کسا گفتن نه دیگه شما قوم میگین. گفتم نه، ما میخواستیم ایشون از غربت بکشیم، حالا که از غربت شده بیرون خب فهو المراد دیگه، ما خدا را شاکر هستیم. ایشون به حمدالله مطرح شده، صاحب دفتر شده، رسالهش در کابل پخش شده، منتشر شده، بنیادشان رو ما اینجا آوردیم. و الا فیاض که در 5 سال مرجع نبود. بنده عمرم تازه از 60 گذشته، ایشون 60 ساله که بالاخره به اجتهاد رسیده، ولی ما در کابل فقط 7-8 ساله که ایشون رو تونستیم مطرح کنیم. ولی قبلا چرا ایشون مطرح نبود؟ چرا مطرح نشده بود؟ حالا که به حمدالله محافل و مجالس و که ما خب واقعا ما خوشحال میشیم از این مسئله، ولی چه کنیم؟ این محافل باید در زمان زندگیش برگزار میشد، نه بعد از مرگش. بلخی میگه عجب که زنده قدری نیست، بلخی در دیار ما گروهی بعد مرگ ما به مشت استخوان گرید. حالا فیاض رفته، درسته که محاضراتش مانده، مباحث اصولیش مانده، تعالیق مبسوطش مانده، البنوکش مانده، الاراضیش مانده، ولی تا زمانی که حیات داشت مظلوم و غریب بود، شایسته بود او مرجع اعلی باشد، کسانی دیگر مرجع اعلی شد. شایسته بود او ترویج شود، کسای دیگر ترویج شد. شایسته بود او بیاید در رأس زعامت حوزه های علمیه قرار بگیرد، اما دیگران مطرح شد. خب حالا ما بعد از مرگ بالاخره بعد از مرگ که بیدار شیم برای آینده ها خوب است. حالا ببخشید برادران، برید سراغ زنده هایتان، زنده هایی که 5 سال بعد فیاض میشه، 10 سال بعد فیاض میشه.
15 سال بعد فیاض میشه. همین حالا به حمدالله در نجف داریم ما اعلامی که درس خارج میگه از مردم ماست، صاحب اثراتی که درس میخونه. مثلا آیت الله رحیمی صاحب آثار است، از مردم ماست، در نجف است، تدریس میگه. حکیمی درس خارج میگه. بریم سراغ زنده هایشون. در مشهد علمایی که داریم، در قم علمایی که داریم، در اصفهان داریم، در همه کابل داریم، ولی ما از زنده ها غافلیم، میریم فقط دنبال مرده ها. این خوب است، ولی وقتی که شخص رفت دیگه رفته است. توجه فرمودین؟ خب علی ای حال تکریم ها رو دوام بدهید تا 40 دوام بدهید، بعد سالگرد بگیرید، سال دوم بگیرید، سال سوم بگیرید. اینا خوب، ما خوشحالیم، ما به هدف خود رسیدیم. ما میخواستیم فیاض از غربت بکشیم، کشیدیم. میخواستیم فیاض رو بالاخره بگیم که حق مرجع تعالی مال ایشان بوده، این حق رو تثبیت کردیم ما. حالا دیگه رو قبول نکردن نکنه، ما کار نداریم. توجه فرمودین؟ اما در رابطه با شخص بنده، با اینکه من در کابل بودم، در کابل هستم، حالا نجف نرفتم، اما ارتباطم با شخص ایشان تنگاتنگ بود و از این ارتباط نه اعضای دفتر خبر داشت نه نزدیکانشون خبر داشت. ایشان توسط فرستاده شخصی خود به من یک وکالت فرستاد، در اون نوشته بود اجازه سلس. گفتم قربانت بشم، فدایت بگردم. آیت العظمای فیاض، مشرب من این است که ما فعلا در افغانستان دچار بحرانیم، مردم ما فقیر شده، بیچاره شده، فعلا دیگه با سلس و نصف چاره ما نمیشه. 1000 سال ما به نجف وجوهات فرستادیم، دیگه بس است. من سلس رو قبول نمی کنم که سلس رو بگیرم. من 2 سلس باس مال شما، درسته که تو افغانی هستی، تو رو دوست دارم، ولی نجف به حمدالله مثل ما نیست. کابل حق داره، طلبای کابل فقیر است، حوزات کابل فقیر است، حوزات افغانستان کلا فقیر است. سلس رو قبول نکردم. چند ماه بعدش وکالت دوم فرستاد، نوشته که نصف باشد، نصف مال دارالمعارف، نصف مال نجف. گفتم آقا جان فدا کردم، نصف هم من قبول نمی کنم. چنانچه از ایرانی ها قبول نکردم. گفتم مراجع ایران، افغانستان نیاز داره، اگر به من وکالت میدهید وکالت عام و تام بدهید، و الا من نصف سلس قبول نمی کنم. 100 سال ما در قم وجوهات فرستادیم، حالا جاده یک طرف است، حالا ما دچار بحرانیم، دچار مظلومیتیم، ما بیچاره شدیم، و الا ما گدا نبودیم. ما 1000 سال به نجف وجوهات فرستادیم، اما حالا بیچاره شدیم، چیکار بکنیم؟ ما حالا لطفی کمکی دیگه هیچ، جاده یک طرف است. خب به هر حال گفتم آقا جان فدا کردم، به نفرش گفتم که نصفم به درد ما نمیخوره، اگر من واعظزاده بیسیدی رو دوست داری اجازه عام و تام بکن. چون ایشان میدید در کنگره بنده نقش ایفا کردم. من درس نهج البلاغه خود رو در مدرسه تعطیل کردم، میادم از ریگرشن تا خاتم الانبیا در دفتر فیاض نهج البلاغه میگفتم، فقط به هدف این که بالاخره ایشون مطرح شوند. کدام آیت درس خود رو تعطیل میکنه میره بس دفتر دیگه درس میگه؟ هیچ کس. کدام آیت از آیت دیگه تبلیغ میکنه؟ ولی من کردم، گفتم با تقوا موافق است. درس خود رو تعطیل کردم، در دفتر آیت الله فیاض درس گفتم که ایشان مطرح بشه. این همه راه بالاخره طولانی. کمپانی کجا و مثلا چوک شهید مزاری کجا؟ دوستو همه شاهد است. توجه فرمودین؟ ایشون از این قضایا خبر داشت. بعد از چند ماه، 1 سال، ایشان با فرستاده خصوصی خود به من یک اجازه‌نامه فرستاد. گفت خیلی خوب، دیگه وکالت تمام، دیگه خودتون صاحب نظر هستی، استنباط کنید، اجتهاد کنید، مرجع مردم باشید. اجازه‌نامه ایشان رو گرفتم و به او افتخار میکنم. در اونجا بنده را علامه جلیل خطاب کرده است، خودش مهر کرده، به قلم خود امضا کرده. خب این واقعا ارتباط شخصی بنده با آیت الله عظمای فیاض. از ایشان 2 وکالت داشتم که حالا هم هست و یک اجازه‌نامه روایی که به هدف استنباط و اجتهاد به من فرستاده از نجف. ولی من نجف نرفتم، خودشم به اینجا فرستاد.
اما از این رابطه صمیمانه و دوستانه و برادرانه کسی خبر نیست، چون ما دنبال استفاده جویی نبودیم، ما دنبال کار بودیم، دنبال فعالیت بودیم. از اعتمادی که من کرد، صلاحیتی که من داد افتخار میکنم. امروز اجازه نامه رویشون در دست من است. اگرچه خب بعضی آدمای بیخبر و بعضی آدمای مغرض حرفایی از اونجا گفتن، ولی نه، خط فیاض جعل نمیشه، مهر فیاض جعل نمیشه، امضای فیاض جعل نمیشه. اگر شما ثابت کردین که این خط فیاض نیست، این مهر موز فیاض نیست، این امضای فیاض نیست، من به شما جایزه میدم. مگر من میتونم یک مهر و امضا و خط یک نفر رو جعل بکنم؟ خب علی ای حال وقت تمام شد، وقتی اذان رسیده است، دیگه صحبت نمی کنم. فقط به شما توصیه می کنم که زندگان خود را قدر بدانید و برای مردگانتون سالگرد و 40 و اینا بگیرین که شما مردم مطرح شوید حیا و میتا. بگید و این مسئله قوم پرستی نیست، این مسئله قبیله گرایی نیست. خب حالا دنبال اون مسئله بریم. بالاخره خب ائمه ما از خدا میخواد که اللهم اعزنی فی عشیرتی و قومی. شما در مفاتیح میخوانید دیگه، خدایا مرا در بین قوم عشیره‌ام عزیز گردان. امام علی علیه السلام به حسن مصطفی در نامه سویت سفارش میکنه که پسرم اکرم عشیرتک، قومت رو احترام کن. الذی بهی تطیر، با قوم پرواز میکنی، بالت قومت هست. وقتی علی میگه پسرم حسن قومت رو احترام کن، اکرم عشیرتک، عشیرت رو اکرام کن، پس علی قوم پرست بود. قومت بال شماست، با او بال پرواز میکنی. اگر فیاض 50 سال پیش قومش واقعا از او حمایت میکرد، حالا در 50 سال خدماتشون 100 برابر میشد. توجه فرمودین؟ خب علی ای حال، حالا دیگه بخوایم دردا رو باز بکنیم زیاده دیگه مصلحت هم نیست. بنابراین حالا بگذار صاحبان اراجیف ببافن، بگذار صاحبان ترهات و خزعبلات ببافن، بگذار حسودان و جفاکاران از حسد بمیرن و از جفا پاره شود. ولی ما حقایق رو میگیم. فیاض رو افتخار جهان اسلام میدانیم، افتخار حوزات میدانیم، افتخار نجف میدانیم، اما زادگاهشون شرداغ مالستان جاغوری است، تبارشون هزاره است. از این قومی است که پدرانشون تحقیر تاریخی شده است، از پدرانشون کلم و نار درست شده، از بین یک مردم محروم برخواسته. ولی ازا بعضی از رفقا میگه فیاض ققنوس است. ققنوس یک گیاهی است که در خاکستر میروید. این مردم خاکستر شده بود، از خاکستر این مردم فیاض رویده است. از متن محرومیت ها، از متن تحقیرها، از متن آزارها، از متن اذیت ها رفته است. با پاسپورت بیگانه زندگی کرده، ما درس خوانده. رفته است با یک کباب در یک 24 ساعت اکتفا کرده، ما درس خوانده است. توجه فرمودین؟ یه حق رو ما داریم که بگیم فیاض از جاغوری است، فیاض از مردم ما هست. این قوم پرستی نیست. توجه فرمودین؟ در همه ادعیه های اسیر همینطور که هست، همه انبیا که بالاخره گفت یا قوم اعبدوا الله، یا قوم اعبدوا الله، یا قوم اعبدوا الله. در قرآن آمده است همه انبیا قوم گفتن. خدا میگه که و انذر عشیرتک الاقربین، ای رسول خدا از قوم شروع بکن.
تو پیغمبر همه هستی، پیغمبر عرب و عجم، هم از قومت شروع بکن. و انذر عشیرتک الاقربین، خدا میگه از عشیرت شروع کن. خدا نخواسته خدا هم قوم پرست است. پیغمبر میگه از قوم شروع بکن. باید آدم بستر کار خود رو بشناسد. نخبگان، دانشمندان، فرهیختگان، بستر کار خود رو بشناسید. افغانستانی در افغانستانی باید خدمت، در افغانستان باید خدمت کند و از اینجا میشه کار کرد. پاکستانی در پاکستان، عراقی در عراق، ایرانی در ایران. بستر کار هر کس قوم اوست، ملت اوست، کشور اوست، مردم اوست. ما در غیر افغانستان هیچ ارزش نداریم. نه مجتهد ما، نه دکتر ما، نه انجینر ما، نه سیاستمدار ما. وطن نداشتی، قوم نداشتی، دیگه هیچی. هرچی هم فاضل باشی هیچی. بستر کار خود رو بشناسیم. برای این قوم خدمت کنید، برای این مردم خدمت کنید، برای این حوزه ها خدمت کنید، ولی منحصر به اینجا نمانید. نقطه آغاز از اینجا باید باشد. خدمات رو گسترش بدهید، به کل منطقه خدمت کنید، در کل منطقه خاورمیانه، به کل جهان خدمت کنید، اما از افغانستان آغاز کنید. خمینی در ایران خمینی شد، محمد علی جناح در پاکستان محمد علی جناح شد، گاندی در هند گاندی شد، نلسون ماندلا در افریقا نلسون ماندلا شد، ابراهیم لینکن در امریکا ابراهیم لینکن شد. اگر خمینی از پاکستان شروع میکرد خمینی میشد، اگر جناح از عراق شروع میکرد جناح میشد، اگر گاندی از سوریه شروع میکرد گاندی میشد. با سختی ها بسازید، با تلخی ها بسازید، هیچگاه ناامید نشوید، هیچگاه سایه سرد ناامیدی بر شما سایه نیفکند و هیچگاه زمستان سرد یأس و ناامیدی بر شما چیره نشود. فعالیت داشته باشید، کار داشته باشید، خوب درس بخوانید، خوب کار کنید، خوب خدمت کنید و اهل خرد و منطق و تعامل باشید و متوجه توطئه توطئه‌گرانم باشید، متوجه فتنه فتنه‌گرانم باشید، متوجه کسانی که با شما دشمنن ولی در قالب دوست میخوان شما را به تقابل وادار کنند. این نقشه دشمن است، میخواد شما را نارام کنند، نقشه دشمن است. ما انتقادگر هستیم، اغتشاشگر نیستیم، شورشگر نیستیم، فتنه‌گر نیستیم. ما انتقاد میکنیم به هدف اصلاح، به هدف اینکه امور روبرا شود، مردم به امنیت کامل برسد، افغانستان رشد کند. ما اهل منطقیم، اهل استدلالیم، اهل برهانیم، اهل تعاملیم، اهل خدمتیم، اهل کاریم. شورش درد کسی رو دوا نمی کند، اغتشاش مشکل کسی رو حل نمی کند، فتنه گره رو از مشکل باز نمی کند. ما مردم همیشه آخر هیچگاه در تاریخ ما فتنه‌گر نبودیم، اغتشاشگر نبودیم، ما شورشگر نبودیم، بله ما منتقد بودیم، فریادگر بودیم، منتقد بودیم، ناصح بودیم، واعظ بودیم، خیرخواهی کردیم، مشورت دادیم، راهنمایی کردیم، برادری گفتیم. این که کمال است، این که اغتشاش نیست، این که شورش نیست. و علی ای حال در تمام زمینه ها بنده حتی بلوای علمی رو در دنیای علمی هم میخواد ما رو بالاخره بگه خیلی خوب، حالا نگید که مثلا فیاض از کدام تبار بوده است. گفتیم چی میشه؟ میگن شما متقی نیستین، تقوا ندارین. اگر ما متقی نیستیم، خب یه قوم را پیامبرم مطرح کرده، علی هم مطرح کرده، حسن هم مطرح کرده، ایمن مطرح کرده، خب بزرگان مطرح کرده است، پس همه قوم پرست بودن. نه، قوم پرستی چیزی دیگری است. قوم دوستی رو ما دوست داریم، پیغمبر دوست داشت. پیامبر روزی که از مکه مهاجر شد گریه کرد، فرمود حب الوطن من الایمان. ای مکه، اگر عهدت مرا میگذاشت تا زنده بود از مکه خارج نمیشدم. با اشک آه و ناله مکه را ترک کرد. امام حسین که از مدینه حرکت کرد اشکش جاری بود. ای مدینه رسول الله جدا، تو زادگاه منی.
تو محل نشر و بث اسلام جد منی، شریعت جد من از اینجا نشر شده است. من نمیخوام از مدینه خارج شوم، ولی لو ترک القتال نام، اگر مرا میگذاشتن از مدینه خارج نمیشدم. وطن رو همه دوست داره، وطن دوستی رو ما قبول داریم، قوم دوستی رو امتیاز میدانیم، قبول داریم. کسی که قوم دوست نیست آدم هم نیست، کسی که مردم دوست نیست، کشور دوست نیست، آدم هم نیست. ما اونا رو آدم نمیدانیم. پرنده لانه‌اش رو دوست، ما بنز یک پرنده نیستیم. یک گرگ و یک درنده صحرایی اون غار خود دوست دارد، شب در غار خود بالاخره میره در آره، ما بنزا یک گرگ و یک پرنده لاشخور نیستیم. خزنده ها شب در خانه خود میره، وطنش هست، مأمنش هست. ما بنزه خزنده ها هم نیستیم. ما زادگاه داریم، وطن داریم، مردم داریم، تاریخ داریم، سابقه داریم، افتخارات داریم، مفاخر داریم. ما از این مفاخر خود نمیگذاریم. از این خطه فیاض حرکت کرد. خب علی ای حال، پروردگارا گذشتگان ما را بیامرز. آیت الله اسماعیل فیاض را به درجات عالی ارتقا بخشای. راه او را بی راه رو مگذار. کسانی که در مسیر فیاض هستند توفیقات مزید عنایتشون گردان. مردم ما را از این شیطنت ها، شرارت ها، فتنه ها، اغواگری ها نجات بدی. پروردگار اتحاد یک رنگی ما را بیشتر گردان. افغانستان عزیز را به رشد و ترقی عالی برسان. بالنبی و آله. الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات.